میدانی زلفان تو مانند چیست؟ دام دام میدانی چشمان تو مانند چیست؟ جام جام هج میدانی لبان داغ تو مانند چیست؟ یاسمن نسترم لاله دشت و دمن، یاسمن نسترم لاله دشت و دمن، میدانی چشمان تو مانند چی؟ دام دام میدانی زلفان تو مانند چیست؟ خدا نکنه که به می زنکا قدیم آدم یک چیزی وصیت کنه. صبح خدا قبول کنه نماز بخوندم بیریشون گفتم نه من فرقون و بیلور میدارم میرم به صحرا میرم که زمین های خاک برداری کنم. شما با دست عباس با من یک پیاله چای ری کنه، آیات شما نره از من مربا بی هم با من ری کنه، گردن و بند با شان سعد ماه نو خوردیش تال درک نکرد. عبا تو سر بیاد اگه کجا رفته بودی؟ رفتم نانه گفته برو کام شلغم بیام چون چاش چی آوار داریم. خب برفته 4 تا شلغم بکنی بیاردی ها؟ میگو چای به گیلک ببردی؟ نه تو چیز کنه؟ چای هم به گیلک ببره. خب او ری که پیش بچه غلامت دو تیری که ترکتور بیار که زمین گوی رونه بفهمیدی؟ برای بگو ساعت هم خود گرد که ساعت چند گوی میرونه بفهمیدی که نفهمیدی؟ خب برو دیگه بده چای بردارم. چای هم ببرک بریو برای میگه که برای پیش بچه غلامت دو تیری که همون ترکتور بیار که زمین گوی رونه بفهمیدی؟ گورونه و حساب ساعتونی رنگ گرد که ساعت چند گوی میرونه که ما به حساب پیلی بفهمیم. خب بفهمیدی؟ که ما واسه من میرم بازار میرم. بله خیلی نه 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 الو ناله اشتانه خیریته شکر فضل خدا. نه به خیال ساعت ماه 15 دقیقه دیگه به خیر خوشی به دممونه. های نانه جو کی آورده با من چای شما با دست عباس ری میکنه کی؟ 1 ساعت پیش با بیلا نانه گردن شما بند باشه نانه می عباس بفهمونیم یه دفعه که من برات نونو چار ری میکنم یا برات فرغون ری کنم 3 ساعت 4 ساعت دیر میکنه یا میره و من قال چوقو میگیره یا مثلا برای کاغذباد میده و یا برای سگا. پری روزم بیا او رای کردم که برو فرغون از این سرا به چینگه به تا محله پنچری گیری سعی میکنم که فرغون پر سگ گدا کرده. فرغون پر سگ گدا کرده بیا خود من گوشنگی لواس میرم من این به من سگ گدا جمع میکنه میاره. ما نون داره که به سگا بدیم. اون سرکلیال پیدا شد اون نه از اون چیزا سعی کنه که ایت رقص کرده میایه گردن ما بند باشه چای آمده هستی ها
بیامد نه خیره 1 ساعت پیش ما رای کردیم 104 تا پوشپیل که او بزنه من حالا میفهمه که چی رقم بیایه خب میبینیم نه میبینیم بچه که خراب میشه دست شما مادرها شما میگن بچه من نزنی خیره نه 1 پوشپیل او میزنه که بفهمه خوبه به سر شما خدا به امان خدا باشه سر شما خدا نکنه نانه جو که شما بگم به سرم دریز نزنی خوبه چشم من هیچ چی نمیگم به خاطر گل رویمه خوبه خدا حافظ نانه جو رستی نانه الو نانه سعی کنید کمی شقلم هم بندازیم به تا قلورتونیش ها چا شقلم چیز کنیم قلورتونیش تیار کنیم شقلم هم بندازیم تا 5-6 تا شقلم بندازیم که خیلی گرم سردم تیز بیا دیگه عباس رخصیده بیا که عروسی مادر مانه خداحافظ تیز بیا بیا سلام علیکم مونده نباشین تو به صنف نوی مکتبی چندی؟ صنف 9 صنف 9 همون معلم تو نگفتن که اگه میری به پیش بیار خو میری به پیش مادر خو میری پیش مرتککا میری همتا که پیش رفتی به پیش اینا بگو سلام علیکم خب ای کوی نانه گردنم بند باشه که قسم دادن گفتم به سر مداری که اگه قرص خور بگیری اگه نه به تو یک پشپیلی نمیزدم که چره؟ کتابم سرا سلو میچلیدی خود چره؟ دیرو به تو گفتم برو فرغون پنچری گیری که اینجا زمین خلق برداری میکنیم برفتی 6-7 تا سگ گدار به تا فرغون که دی بیار که اینا رو من میبرم خود جمع میکنم ای کوی نه میگم 1 ساعت دیر میشه که من می ترمز بدادم دستتون تو بالا شو به سر می درخت بالا شو خوب سعی که اگه سلام معلوم نشد دیگه تر رو سیاه کن خب خونوک بوده دیگه دستا همین تا استا بیامم دیر تو برای سگای یا برای کله تو به هوای برای کاغذ باد دیگه کارو نکنی که نه قسم نمیدادم خب معلم ها گفتم مردم بیگونه دیدی سلام که تو که برای من عرض به پیش منی چرا چیز نوردی مربا بیاوردی مربا خلاص شده بود گله ما از این وقت تو کار میکنم بگو خوب بابا گفتن تو برو به جا گلک از این وقت گلک کار کن انت برو به پیش بچه ماما غلامت دوتری بگو برای او که یک بیاین ای 5-6 جریب زمین مار گرونی کنم ساعتو ندارم خودی و گفته که ساعت چند کار میکنم برو بخیر بابا نگفتن که چی گفتن؟ اینا کی خاکوردری کنه تو خود کله گندی خود از این شال گردن خود کی میتونی اینا خاکوردری کنی پس تو چرا نرفتی چرا بابا نرفتم من نرفتم گفتن گیله کرده کل خودی و گپ زنه مال شا خودم پرتن جمپا خودم پرتن کنم پس بین من مرسونم چه کاره که ایتا میکنی؟ برو کار کنم بیرو که جمپا حالا تو پس بیایی من نصف خلاص کنم نمیشنیدم شاید منانه میگه که کمی کمتر آتیش کنم زودتر برو خوبه چای خورم جلبا از که کم دانوی خلاص نکردی همارم اینا اندازی دی خونه و دهلیزیه آخه صبح وقت آمدی خود تو هم به ساعتی کرده کار میکنی بابا نمیگه ساعتی کرده میه یا خونه گوش شیطون کار عباس که نه با دشملال بخش نکردم
اشمالا داره ما را زودی بخواد چای خوب برو نگاه من اینجا به خیال باده میام چه کار شده؟ نه خاک باد میکنه مثل مرغی بری او بر بشی مثل مرغایی که به سر خاک بالا میده تو میته خاک بالا میدی او بر بشی نه کار میکنه از صبح بیان یا خلاص نکردی با ما کار میکنی اونا خوش که برداشته بیا ولی بگو تو مربا بی بخور اغزر ناز نکن برای ما ناز آدمی که اغزر ناز میکنه اگه میگی مربا اگه میگی نون همینا هم باید خیلیه از صبح بیام یه کار نکردی بابا با سگی داره ها گیلا گشتنی شنو جان خیریت سلامت پیاده هستی سلامت باشی خیریت بود ها پیار من گفتم همین 5-6 جریب زمین داره من نمیدونم بیا حال خود مگابزی ملاقه بیا پیار من گفتم من 5-6 جریب زمین داره من نمیدونم بیای من گورانه به چند نگاه میرن ساعته خودی شما کار کردن هم نمیشه گیلک چره شما هم که کار شما نمیچله 100 دفعه مگاره به در سراره کنیم با برات پولا میگم به سر خرمنا میدم مثلا به چی میدم و چی میدم اگر نقد میدین که بیایم کار کنم نقد پولا نقد میدم پیار من پول دارم ساعت 1000 به گیلک جو اونا که ساعت 1000 گندم و شیلیه لد میکنه بخوره فرق نمیکنه گیلک ما آدمی که موتر و تراکتور و تا زمین بیارم شروع کنم دقیقه خور میگیرم گیلک جو میفهم خب یعنی میگم کمتر نمیشه 600 نمیشه تیلی که گیلک به ساعت 10 روپیه زمانی که به 60 روپیه بود ما به ساعت 700 کار میکردیم 600 هم نبود او یک روزه که ما با گل روی تو 600 کار کردیم اون پارسال برات تیر شد من کجا با گل حواله خب من تو رو از بست خیلی مایم خب چند مثلا ساعت 1000 روپیه گیلک جو کمتری چینی ها نه برارم بله گیلک پولات پیار تو نقد میده که من پول تیل ندارم گیلک بندازونم او میدم زمین خلاص شد پیار میگفتم میدم خب سه معلوم میشه انمی این دفعه که نقد ندادیم اول اخیری میشه خب بریم برو من تراکتور میارم برو بیا سه برو ساعت زمین طباخچه بلدم برو خب من اینجا میشینم بابا جان ما بیغم بساتش که تو آخی تو نمیفهمی تو میکشی همه تیغ نیش داره ایش دادم نفهمیده برو ببر گیلا ما به کار ما مقصا ای بابا ما بلا افتادیم از دست گیلا